سلام بچه‌ها، روزتون بخیر باشه. خب 5 روز از 75 روز سخت گذشت و من هیچ ویدیویی نذاشتم. گفتم که من باید بیام در مورد این قضیه یه توضیحی بهتون بدم. 75 روز سخت که قبلا مواردش رو بهتون گفته بودم که چیا باید انجام بدیم توی ویدیوی قبلی، برای من اینجوری پیش رفت که من 2 چیز رو فهمیدم. یکی این که هنوز در مورد این که بخوام کنکور ارشد بدم مطمئن نیستم که بخوام الان روزی 4-5 ساعت وقت بذارم. 2 اینکه من آدمی نیستم که هر روز ویدیو بذارم و این یکم برام سخته، یعنی بیش از حد سخته، چون که من باید همه زوایای زندگیمو نشون بدم در صورتی که خیلی محدودیت دارم، ولی میتونم ویدیوهای هفتگی ازش آپلود کنم براتون. و الان امروز 5مشه. من تا امروز همه چیزشو خوب پیش رفتم، به جز اینکه ارشد بخونم یا نه رو که کلا اون قسمتش رو گذاشتم کنار که گفتم روزی 4 ساعت برای ارشد بخونم و ویدیوهای روزانه‌ام تبدیل میشه به ویدیوهای هفتگی. من باید که خونه رو مرتب کنم، چون خیلی وقته که خونم رو مرتب نکردم، مخصوصا اتاقم و هم پایین، سالن، پذیرایی، همه چی خیلی مهمه، توی اولویت الان برام نسبت به هر چیز دیگه ای. بعد عصرم با یکی از دوستام قرار گذاشتم، میخوایم بریم یکم اصفهان گردی، یکم جاهای جدید ببینیم. اینجایی که قرار بریم اصطلاحاً بهش میگن مادی نیاسرم که من خودم مثلا اسمشو خوندم یا از کنارش رد شدم، ولی خیلی نرفتم اونجاها را برم. حالا اصلا مادی چیه؟ فکر کنم فقط تو اصفهان اصلا از این کلمه استفاده میشه. کلمه مادی به یه حالت رودخونه رو تصور کن، خیلی کوچیک‌ترش، به یه حالت جوی ماننده که از توش آب رد میشه. بعد این قدیما ایجاد کردن اینو توی اصفهان، چون اصفهان سطح خیلی صافی داره نسبت به بقیه شهرها، اینو ایجاد کردن که اگه یه موقع بارون شدید اومد و سیل شد، آب توی این جویبارها یا اصطلاحاً مادیا رد بشه و سیل رخ نده. حالا این اصطلاحاً از اونجا میاد. الان که دیگه خیلی ساله اصلا خشکسالی اصفهان، رودخونه‌ش هم آب نداره دیگه، چه برسه بخواد که این مادیا پر آب باشه. من آماده شدم که برم دنبال دوستم. بعد دوستمو که سوار کردم میریم سمت مادی نیاسرم و خیابون آذر و اون سمتا. برای این گفتم زود بیاین که اگه غروب باشه بتونیم یکم عکس و اینا هم بگیریم. هدیه داری خجالت هم میبینی؟ نه مبارکی باشه. بیا ماچات کن. زن احساساتیم کردی. ما این همه راه اومدیم، خیلی راه بیا دختر اینجا میریم، اینجا بومبستی. فکرم تاش قرار کوچه باشه برسیم به مادی. آره حالا باید بریم یه کوچه دیگر رو پیدا کنیم. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no.
کافه هم خوبه. خب میتونیم بعدم بیایم اینجا اگه جایی رو پیدا نکرد. بزنیم بالا هم هست. چه خوبه این مغازه، وایبشو خیلی دوست دارم. خیلی خوبه. اون آقایی که اونجا نشستن خیلی قیافه‌هاشون ترسناکه، میترسم ازشون ویدیو بگیرم، ولی این پایین رو نگاه کن چقدر بامزه است. انگار یه 33 پل کوچولوه، 2 پله. خیلی من نمکم. اینجا چقدر قشنگه. اینو خوب شد از خونه زدیم بیرون ها. اصلا چه ساختمون عجیبی میبینیم، چیزای جدید میبینیم. هر تیکه که گربه میبینم باید ازشون فیلم بگیرم. میزان علاقم به گربه در این فیلم مشاهده میشه. فکر کنم دیگه رسیدیم به تهش. کجا؟ من چشم نمیبینه. وای خر، سلام، بیا. این میخواد با همون دوست بشه بچه. بیا نازی. وای نازی میشه. میذاره نازش کنم. بذار یکم آره. نازی میشه اینو ببرم خونمون. آقا اونو ببین، میشه شما رو ببرم خونمون. میخوام ببرمت خونمون. آقا این دیگه سنی شده که بگی مامانش ازش جدا شده، مگه نه؟ آقا من میخوام ببرمش خونم. بیا عکسم بگیر ازش، اسکرین شات. وای مال من. میه بریم خونمون. خوده میترسی؟ رفتی عقب؟ میه بریم خونه؟ همون تایمی که برگاه خشخش. نه بیا اینجا هست. خشخش برگاه. این نشونه از اینه که پاییز داره میره. خب ما اومدیم نشستیم اینجا توی همون حیاط اونجایی که از درش اومدیم داخل. من ویدیوشو براتون گرفتم. بعد اونجا پرسیدم که میتونم از این فضا ویدیو بگیرم، چون فکر کردم فقط صنایع دستی و اینا باشه و کافه باشه. بعد فهمیدیم که نمایشگاهه و یه خانم اینجا بود گفت که نمیشه از تک به تک اجزا فیلم بگیرین، از تک به تک نقاشی‌ها. اولش هم نگفت اینجوریه، گفت نه. بعد یکم آقای باش صحبت کرد و اینا گفت خب روی اینا زوم نکنیم. گفتم نه، حالا ما همچین هم نمیخوایم از تک به تک این تصاویر ویدیو بگیریم. و دیگه همجوری یه ویدیو گرفتیم اومدیم اینجا. بعد اومدن بهمون گفتن که ما خودمون میخوایم یه دونه ریل بگیریم واسه امروز از محیط کافه، که یکی بیاد اینجا بشینه یه چیزی سفارش بده، تو آینه عکس بگیره و اینا، یعنی یه روزمره از کافهشون نشون بدن. و گفتن که شما این کار میکنین؟ گفتم آره. حالا دیگه منتظریم ما تا بیان و این ویدیو رو بگیرن. توی این فاصله هم نوشیدنیامون رو میخوایم سفارش بدیم که بخوریم و بعد ببینیم چی میشه دیگه. دیگه از سمتی که رفته بودیم برگشتیم. دقیقا همینجا بود که شروع کردیم اومدیم کنار مادی. فقط برگشتش خیلی ترسناک بود، یعنی چون خیلی هم مسکونیه و ماشین رد نمیشه. قشنگ این نوجوانا و تینیجرها میان اینجا گل میکشن و اینا. ترجیحاً شب اینجا نیاین، یکم ترسناکه، ولی خیلی خوش گذشت. مرسی از اینکه ویدیومو دیدین. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.